روسیه به نشست مسکو پیرومان افغانستان که 20 اکتبر دایر می شود در برابر هیئت حرکت تندرو طالبان، همچنین رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی و رئیس شورای عالی صلح دکتر عبدالله را نیز دعوت کرده است. در این باره روز 7 اکتبر طلوع نیوز با تکیه به یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله خبر داد خود کرزی و عبدالله همچنان جانب روسیه و طالبان این خبر را تا کنون رسما شرح ندادند. کرزی و عبدالله ماه اوگوست همراه گلبدین حکمتیار سروزیر سابق و رئیس حزب اسلامی یک شورای هماهنگساز نیز تشکیل داده بودند که هدفش تامین انتقال صلح‌آمیز قدرت از حکومت قبلی به ماموریت نو طالبان در افغانستان بود. اما طالبان که 15 اوگوست کابل را اشغال کردند، الکی هفته بعد محافظان کرزی و عبدالله را خلع سلاح کرده با همین به هر دو پیام دادند که به میان رویشان احتیاج ندارند. طالبان قبلا اشتراک نمایندگانش در نشست مسکو را تصدیق کرد. گفته می شود هیئت آنها را معاون رئیس حکومت امارت اسلامی اعلان کرده طالبان عبدالسلام حنفی رهبری خواهد کرد. با گذشت بیش از 2 ماه از تصرف حکومت در افغانستان تا کنون یگان کشور رژیم نو طالبان را به رسمیت نشناخته است و ظاهرا هیئت طالبان در مسکو تلاش خواهند کرد تا کشورهای اشتراک کننده نشست را به اعتراف حکومتشان مایل کنند. ولی نماینده خاص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان زمیر کابلوف اظهار داشت که جانب روسیه میخواهد در این نشست ارادهای خود را به طرز حکومتداری طالبان بیان داشته وضع پیش آمده در افغانستان را بحث کند. بسیار کشورها از اینکه طالبان بعد غصب قدرت در افغانستان از اجرای وعده‌های خود و پیش از همه از اجرای وعده تشکیل یک حکومت فراگیر و جوابگوی منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی آن کشور سرپیچی کردند، ناراضی‌اند. بسیار کشورها را بخصوص در غرب همچنان آن ناراحت کرده است که طالبان بعد غصب قدرت بسیاری از حقوق آزادی‌های مردم را از بین بردند و حالا برای مثال در افغانستان برای زنان کار کردند و حتی بدون یک مرد مرهم به کوچه برآمدن منع گردیده موسیقی و رقص نیز ممنوع اعلان شده است. همین طور دهها نشریه در افغانستان به دلیل فشار حاکمان نو به آزادی مطبوعات بسته شدند.